سلام دوستان عزیز، هفته خیلی خوبی رو آغاز کرده باشیم. میریم با قیمت بیت کوین ببینیم امروز چی کار داره میکنه. قیمت بیت کوین روی 63800 هستش. 63800. بریم روی تایم فریم پایین تر. روی تایم فریم یک ساعته بچه ها بیت کوین از 66,000 تا قشنگ برگشت، ریزش کرد و امکان داره تا محدوده 62,000 تا بیاد و از اینجا دوباره برگرده. و اگه بخوایم ما حرکت خریدی چیزی بزنیم از اینجا ما استفاده میکنیم، مثل همون قبلا که اومدیم موقعیت خرید خودمون رو گذاشتیم برای 62,000 تا. بله دوستان عزیز، پس صبر کنید، عجله نکنید، همیشه موقعیت هست برای خرید کردن و اگه بخواید خرید کنید روی 62,700 میتونید